این هفته خبر تو خبر داره براتون از هموطنانی که تو گلریزان همیاری یک گل اساسی وارد دروازه آخوندا کردن و یه مشت جوندار کوبیدن تو سر و صورت عظما. مجلس آخوندا بلافاصله رسید دریافت ضربه را صادر کرد. شیوع آنتن‌های ماهواره در اقصی نقاط کشور متاسفانه نشون میده که صدا و سیمای ما مخاطب مؤثر و قابل توجهی نداره. عملکرد بد و ضعیف صدا و سیما باعث میشه که مردم ما متاسفانه برن سراغ شبکه‌های خبیث ماهواره‌ای. یعنی توی این داستان یه بار دیگه معلوم شد که آخوندا بیشتر از همه از چی میترسن و اون چه صداییه که 4 ستونشون رو میبره رو ویبره. در هفته‌ای که گذشت دلواپس و دلارام در سالگرد برجام استخون همدیگر رو حسابی جویدن. الان جهان پشت سر ایران برای تقابل با ناقض برجام ایستاده. ما در گذشته گوشه رینگ بودیم، هر آنچه که تلاش می کردیم دنیا پشت سر امریکا بود. الان برجام کاری کرده که امریکا گوشه رینگ هست و دولت جدید امریکا اگر او بخواد نقض عهد بکنه او تنهاست. آمریکا به ظاهر روی کاغذ میگه بله تحریم نیست، ولی سایه جریمه هاش، خب قانون آیسا رو که تمدید کرد، یعنی هر کسی با ایران مراوده کنه پدرش در میاره. خلاصه این که این برجام مثل یک گوله آتیش میمونه که بین آخوندا دست به دست میشه و همینجوری میچرخه تا یه جایی بزنه ریش و سیبیل عظما رو دود بده. این گوریل انگوری دلواپس هم کلا زد زیر کاسه کوزه برجام و گفت اصلا رفاقت ما با اوباما از اول اشتباه بود، طرف قالمون گذاشت. در نگاه آقای اوباما این بود که ما باید اهرم‌های قدرت رو از ایران دونه دونه بگیریم، زمانی که ایران ضعیف شد اون وقت بریم و دولت رو سرنگون بکنیم، چون سبک‌های قبلی جواب نداد. ایشون در نهایت داره تایید میکنه سبکی که خودش طراحی کرده. سبکی که طراحی کرده چیه؟ این هستش که ما از ایران امتیاز میگیریم، بعد هر جور هم خواستیم تحریمش میکنیم و بعد خواسته نشون بده این سبک کار میکنه. اینم پروژه آخرش بود که در هفته آخر ریاست جمهوریش انجام داد. این خوشبینی که در کشور نسبت به آقای اوباما وجود داشت به نظرم بیش از حد بود و صحیح نبود و ایشون با کارهایی که داره انجام میده داره نشون میده که باید ما آقای اوباما رو با نگاه دیگری نگاه میکردیم در کشور که این اتفاق نیفتاد. اعتماد بی جهت بهش کرد. یعنی توی این داستان تمدید وضعیت اضطراری اون چنان چکی خوردن که اصلا نفهمیدن از کجا خوردن. ته خط نوبت به خود شیخ فری رسید که اومد توی کنفرانس مطبوعاتی و یه بار دیگه یه فوت بیرمق تو بادکنک پنچر برجام کرد. ببینید بعضیا شب که میخوابن منتظرن که صبح برجام به هم بخوره. خب چرا؟ برای چی این خوابا رو میبینن؟ چه خاصیت داره این خوابا؟ هر شب یک مقاله یه چیزی می‌نویسن که برجام اینجوری شد، برجام نمیمونه، برجام شل شده پایش، ضعیف شده پایش. بابا یه عده‌ای بودن در طول این 20 سال اخیر، حالا قبلش هم من اینا رو میشناسم البته، هر چه پیش بینی کردن به عکس در آمده. بازم پیشگویی میکنم، من نمیدونم چه خاصیتی داره دو مرتبه پیشگویی میکنن. برجام پایه‌اش مستحکمه. 3 سال از پله‌های برجام بالا رفت، آخرش هیچی به هیچی رسید به خونه اول. تیویریش هم یه برنامه درست کرد تا به اسم جشن تولد برجام 4 تا سیخ و سنبه هم نثار پک و پهلوی شیخ فری کنه. یه نمونه از این نظرسنجی ها از همه شیرین‌تر بود.
آقا موافقید برای 1 سالگی برجام جشن تولد بگیریم؟ آره عالیه. میگه بعده؟ برای چی موافقین؟ قهرمان جشن تولد کیه؟ ما مهر ماه بود تولدمون، حالا میخوای تولد برامون؟ تولد شما نه. 1 سالگی برجام. تولد شما که خیلی مبارکه. برجام کدوم برجام؟ برجام که پلو ترامه، که برجام برای ما حالی نداده. یکی دیگه از جنگولک بازی های همیشگی آخوندا درست کردن خیمه شب بازی های مثل اینه. یعنی هندی ها اگه بخوان فیلماشون رو تبلیغ کنن طبیعی تر از این در میاد. امنیت و اقتدار ایران به خوبی نشانگر تلاش‌های بی‌وقفه و ایثار و فداکاری نیروهای مسلح است که مردان غیور نیروی زمینی ارتش با گام‌های همیشه استوار. حالا اینا با این همه دبدبه و کبکبه و اهن و طلب از پس یک کوادکوپتر هم بر نیومدن. وسط شهر هی ضد هوایی زدن به آسمون. آخرش هم اومدن توی تیویریش گفتن هیچی به هیچی. حکایت این مربی فوتباله که با این همه ادعا یه شوت هم نمیتونه بزنه. حالا این جماعت بعد از این همه شلیک ضد هوایی در حالی نتونستن یه کوادکوپتر ساده رو بندازن که تو کشورهای دیگه برای همین کار از عقاب استفاده میکنن. البته این کوادکوپتر تنها جسم پرنده‌ای نبود که این هفته در آسمون تهران دیده شد. چند روز بعد یه بشقاب پرنده هم تو آسمون تهران رویت شد. البته علاوه بر بشقاب پرنده یه چیز دیگه هم که تو آسمون تهران پرید همین ایرباس زهرآلود بود که آخوندا کلی حلواش کردن تا به اسم دستاورد برجام به خورد بقیه بدن، اما مایه مضحکه شد. روزنامه ها امروز به فراخور نگاه سیاسی خود به استقبال یک ایرباس رفتند که پنجشنبه با کلی تشریفات به ایران آمد. یکی در کنایه به منتقدان هسته‌ای نوشت ایرباس پرید، مخالفان نپریدند. از آن طرف هم یکی نوشت یک هواپیما با این همه ذوق زدگی. از مدافعان برجام هم یکی با عکس ایرباس تیتر کرد به افتخار برجام. دوباره از آن طرف یکی کاریکاتور در صفحه اول زد و از فرود تحقیرآمیز گفت. یک روزنامه هم این ایرباس را میوه برجام اسم گذاری کرد. یکی هم از دوران پسا ایرباس تیتر زد. در اثنای کفن و دفن اکبر کوسه این فیلم تو فضای مجازی منتشر شد. ببینید این طرف چه فیلمی بازی میکنه بالای تابوت کوسه. مهدی هاشمی رو که نگو. چی نه آقا یه سنه بگی. نه آقا همینه. همینه؟ آره. یه علامت عکس بگیر. اونجا یک عکس هم فیلمه. فیلم گرفتم. آخوند تانگی هم اومد جای حاجی خاطره رو پر کنه. یه خاطره از عظما تعریف کرد که بیشتر روزخونی واسه سرنوشت همه آخوندا بود. من خاطرم هست مقام معظم رهبری حفظه الله در رحلت حضرت آیت الله طبسی رحمت الله علیه دست یکی از مسئولین بزرگوار رو گرفتن موقع دفن. بله. فرمودن به این چاله قبر نگاه بکنید، سرنوشت همه ما هست. در رحلت این بزرگوار همیشون فرمودن همه ما بدانیم، همه مسئولین بدانن این سرنوشت ماست. البته الان خرج مردنم به قدری زیاد شده که دیگه صرف نمیکنه. یعنی هر جور حساب کنی فقط آخوندهای دزد و چپاولگرن که باید بمیرن، چون از پس هزینهش برمیان.
خلاصه اگه بخوایم هزینه‌های مردن و مراسم خاکسپاری رو در تهران و دیگر کلان شهرها محاسبه کنیم، به طور متوسط سنگ قبر 1 میلیون، خود قبر 8 میلیون، تالار پذیرایی برای ناهار 4 میلیون و عیاب و ذهاب و گل و مداح حدوداً 2 میلیون که جمع هزینه‌های مردن میشه 15 میلیون تومان برای روز اول. بزبز قندی اومد از وضعیت سینمای آخوندی یه تحلیلی ارائه بده، اما سوت رو زد و پته همه دجالگری های آخوندا به اسم سینما رو ریخت رو دایره. یک ست کار هست که 4-5 تا نماد مذهبی تو فیلم ها میارن و این میشه اسمش فیلم اسلامی. این برای شیره مالیدن سر مسئولین رسانه و قرارداد بستن و بعد حال مردم رو به هم زدن از هر چی فیلم داستانی دینی و مذهبی و انقلابی خیلی خوب جواب داده تا حالا، که معمولا ایام مناسبتی و اینا همه چیزای پخش میشه، تمش هم ثابته تقریبا. خانم چادری و یا آقای جوان ریشدار انگشتر عقیق و یقش هم میبنده و از مراجع مذهبی تره، ادعاهای مذهبیش بیشتره. بعد مثلا آش نظریه، یه پسره دیگه میاد مثلا خیلی مذهبی نیست، عاشق دختره میشه، دختره مذهبی چادری داره، آش نظری هم میزنه تو حیات، بعد این عاشق او میشه و به خاطر او کم کم به لطف خدا دیگه تا آخر فیلم ایشون هم مذهبی میشه. و بعد رفتارها بسیار تهوع آور، ادعای مذهبی، ریا، مسخره بازی، مسخره کردن نمادهای مذهب مثل حجاب، مثل ریش. بله، سالها زور زدن تا به اسم سینمای مذهبی ملت رو رنگ کنن، اما ته خط خودشون مجبور شدن بیان همه چی رو لو بدن. اینجوری میشه که جوونا میرن سراغ فضای مجازی، اون وقت جیغ آخوندا در میاد و اسمش رو میذارن فاجعه ملی. الان به امر معلم بعضی موقع به توصیه معلم و مدرسه داریم این کارو میکنیم و این اتفاق داره تو مدارس مذهبی ما میفته، متاسفانه تو مدارس نمونه مردمی ما میفته. به داد مدارس برسیم، به داد کودک و دانش آموزمون برسیم. این فاجعه ملی است به نظر من. توی این برنامه هم مجری میخواد اعصاب مهمون برنامه رو تست کنه، ببینید چی کار میکنه. علی آقا رو در بردی از شارژر دست درد نکنه، دعوت میگم. اون چکش منم میدی. زمان شما بشه. علی آقا ببخشید، جسارت نباشه، رو راست صادقانه به عنوان یه دوست عزیزی که من خیلی ارادت دارم خدمتش و ببخشید یه لحظه صدای دارم زنگ بزنم که اذیت نکنه. چرا؟ خدمتت که دیگه چه خبر؟ دربارش چی صحبت می‌کردیم؟ درباره گوشی. کانتکتاشو که داری؟ کانتکت داری که توش حالا داستانه که آره ولی گوشی خودم بیشتر خود کنم. دقیقاً طبیعیه. یعنی میزدم دندونات بریزه پایین محمد. تا این حد یعنی چه کاریه نه؟ این بد بود. چرا حالا؟ در مورد عصبانیت صحبت که می‌خواستم یه لحظه تست کنم ببینم که شدت عصبانیت یعنی چقدره. اصلا حرفشو نزن. خیلی دوستم داشتی که نه چه ربط داره؟ میزدی گوشیمو میزدی که میترکوندم الان. در پایان توجه شما رو به ابتکار یه هموطن خوش‌ذوق مشهدی جلب می‌کنیم که با لهجه شیرین مشهدی یه ترانه رپ میخونه. دم همه هموطنای خونگرم مشهدی گرم. سلام به چوی مشهد یه واد و تو افسود و روز گفتن آزاد و حرفای بدی زدن بره یه مشهد، حالشو نمیگیرم با اجازت. مشهد 3-5-1 و یک همه چیزی، جاهل و فیفی و گنده و ریزی، شنیدم قاد زدی اسیدی،
روی سگ مره پس ندیدی. عربده میزین اینجا تهرانه، سوسکم تو سوراخ سلطانه. قاطی میکنی رو ما چشمم روشن، میکنم توتی تا بیشی میشن. جون تو داداش میشدی بی کلکه، لبس میشدی هم تو دنیا تکه. توصیب میکنم میشدی یک ذره، شیشتهی بره ما دیگه نه یره. دروی و پنجتن و گلشهره، اینا منطقه های پنشهره. همه خطیری خلاف تی خطی، شناسیدنش اینجا خط خطی. جرم کوچیک جاهلا اینجا قتله.